کشف استعدادهای درونی و دایره شایستگی. تو این ویدیو قصد دارم که راجع به نحوه کشف استعدادها و دایره شایستگی باهاتون صحبت کنم و این ویدیو پیوست همون کدهای مخفی روان از رابرت گرین هستش. پس اگر دارید این ویدیو رو میبینید توصیه میکنم که اول ویدیو مقدمه یا قبل از این ویدیو رو برید ببینید که بدونید من دارم راجع به چه موضوعاتی و محتویاتی صحبت میکنم. بیدرنگ بزن بریم. خیلی شده که به صورت دفعات مکرر من دیدم که آدمایی هستن باشون برخورد دارم تو طول روز که میگن حیف استعدادمون، حیف و میل شدیم، چرا اینجوری نشد، چرا اونجوری شد. هی ناله کنان میگن که حیف و میل شدیم. خب حقیقتش اینه که واقعا راست میگن. وقتی که باشون صحبت میکنی طرف مغازه داره ولی میتونست که استندآپ کمدین خیلی معروف بشه، انقدر که قوه شوخ طبعیش و طنزش قوی بود. یا مثلا میری چه میدونم با یه فرد نظامی صحبت میکنی، خیلی میبینی استعداد داشته توی چه میدونم مکانیکی، توی تعمیرات ماشین. یا یکی اصلا باهاش صحبت میکنی کشاورز، میگه من به ماشین سنگین علاقه داشتم. یا یکی صحبت میکنی باهاش میبینی دکتره، میگه من به نقاشی علاقه داشتم. اگر ما استعدادهای خودمون رو کشف نکنیم به سرنوشت همین افرادی که من مثالشون رو زدم دچار میشیم. یعنی یه مسیر رو میریم جلو، خوب که رفتیم مسیر رو جلو و رسیدیم به مقصد، میبینیم نه مقصد به ما میخوره نه مسیر و از اول راهمون اشتباه بوده و اونجاست که یه عمر از ما تلف شده، انرژی عظیمی از ما تلف شده و الکی بی راه رفتیم. چرا نباید به ما آموزش میدادن که ما استعدادهامون رو در همون سنین پایین کشف کنیم یا افراد دورمون استعدادامون رو کشف کنن؟ همین که تو مدرسه هستیم میگن دکتر شو، مهندس شو، دکتر شو، مهندس شو. به همه میگن. مگه همه طراحی شدن واسه دکتر مهندس شدن؟ مگه همه طراحی شدن که یه مسیر واحدی رو برن؟ اینه که مسئله کشف استعداد و دایره شایستگی بی نهایت مهمه. بی نهایت مهمه. شریان اصلی پیشرفت یک کشور رو این تعیین میکنه. افراد باید در حوزه‌های تخصصی و شایستگی خودشون مشغول به کار و فعالیت باشن. توی کتاب استادی از رابرت گرین توی بخشای اولیه کتاب میاد نحوه کشف استعدادها رو بیان میکنه و یک سری تمرینات میده و یک سری تکنیک ها میده که من الان میخوام بهتون اینا رو آموزش بدم. رابرت گرین میگه که جوشش اولیه استعدادها از سنین کودکی آغاز میشه. یعنی زمانی که ما بچه ایم میفهمیم استعدادمون چی بوده، میتونیم از اونجا رفرنس بگیریم و رجوع کنیم ببینیم استعداد اصلیمون چی بوده. با رجوع کردن به گذشته و بچگی و مخصوصا 7 سال اوله که ما میتونیم در بیابیم که استعدادمون چی بوده، ما واسه چی طراحی شده بودیم، واسه چه نقطه‌ای، واسه چه جایی، واسه چه حرکتایی، واسه چه اهدافی. در نتیجه رابرت گرین اولین چیزی که میگه که باید برید به گذشته، برید به دوران بچگی و اونجا خاطراتتون رو مرور کنید.
و الان من بهت میگم که دقیقاً باید چی کار کنی. یه کاغذ بر میداری و توی یه اتاق خلوت متمرکز میشینی و فکر میکنی به دوران بچگی، داستان تو دوباره مرور میکنی. در زمان بچگی انجام چه کاری بود که تو رو از فضا و زمان جدا میکرد؟ چه کاری رو انجام میدادی که تو فضا و زمان رو گم میکردی؟ اون کار دقیقاً ریشه اصلی استعداد توه. اون کار، یعنی اگر اون کار رو بتونی پیدا کنی که داشتی چی کار میکردی. مثلا من بخوام مثال خودم بزنم، من برمیگردم به بچگیم، یکی از کارهایی که انجام میدادم باز کردن اسباب بازی ها بود. حالا با پیچ گوشتی، با چاقو و هر چیزی دستم میرسید اسباب بازی رو میاس بشکافم. این یعنی چی؟ یه ریشه اصلیه دیگه. یعنی من توی خلق کردن و یا کارهایی که حوزه تعمیرات یا خلق کردن یا حتی اختراع کردن استعداد دارم. الان یه ریشه اصلی من دستمه، میدونم چی تو حوزه شایستگی من قرار داره و چی استعداد منه. تو هم باید بری به سمت بچگیت و رجوع کنی، ببینی که چی توی بچگیت انجام میدادی که زمان و مکان رو گم میکردی. ساعت 9 صبح که میرفتی پای اون کار، حالا هر چی بود، 3 ساعت 4 ساعت میگذشت، شما گذر زمان رو اصلا حس نمیکردی. اصلا انگار 2 دقیقه گذشته، انگار 5 دقیقه گذشته. پس این تکنیک اوله. ساده از کنارش نگذر. تکنیک بعدی که واسه کشف دایره شایستگیه به این شکله. شما میایید کارهایی که علاقه دارید رو توی یک دایره می نویسید. علاقه دارید. یکی علاقه داره که مثلا کامپیوتر برنامه نویسی علاقه داره. شما یک دایره رو طراحی میکنید، می نویسید کامپیوتر برنامه نویسی. مثلا رباتیک هم علاقه داره، مثلا به بازی های رایانه‌ای علاقه داره، به کنسول های بازی علاقه داره. خب این دایره رو که طراحی کرد، حالا یه دایره باید کنار اون دایره طراحی کنه و بنویسه کارهایی که درآمد دارن. خب ما میخوایم دایره شایستگی رو کشف کنیم که به همون درآمد میده. ما که نمیخوایم واسه هیچ و پوچ کاری رو انجام بدیم یا فعالیتی انجام بدیم. به هر حال یه دایره طراحی میشه. حالا اینایی که درآمد دارن، این حوزه علاقه. حالا حوزه هایی که هم علاقه داریم و هم اون بیرون میشه ازش کسب درآمد کنی، اینا رو مینویسی. خب این دایره پر، این دایره هم پر. اینجا مینویسی که مثلا رباتیک درآمدی نداره، حداقل تو ایران درآمدی من ندیدم کسی داشته باشه. چیزایی که درآمد دارن رو مینویسی، مثلا تعمیرات کامپیوتر، نصب ویندوز، اینجور چیزا رو مینویسی. بعد این دایره که پر شد، این دایره پر شد، اینا رو یه تلاقی به هم میدی. از نقطه اشتراکشون اونی که از همه بیشتر علاقه داری رو برمیداری. یعنی میگی که من الان بین این دوتا مجموعه به کدوم بیشتر علاقه دارم، اون نقاط اشتراک رو برمیداری و کارتو تو اون حوزه شروع میکنی. کسی که این حوزه علاقه داره، بهترین راهی که مثلا میتونه درآمدزایی داشته باشه همون تعمیرات کامپیوتر و نصب نرم افزار و ایناه. یعنی از این نقطه اشتراک این دوتا مجموعه تو اون علاقت رو پیدا میکنی و اونو شروع میکنی به ادامه دادن. یه فکت خیلی تلخ روانشناسی بخوام بگم، شما اگر کاری رو انجام بدید که با روانتون
و سیستمتون همخوانی نداشته باشه، مغزتون شما رو اذیت میکنه، مغزتون پیر میشه، داغون میشید. شما باید دقیقاً سر نقطه‌ای که بهش تعلق دارید باشید. اگر یه کسی به کارهای هنری علاقه داره بره تو کارهای فنی، اون آدم سراسر زندگیش عذاب مطلق خواهد بود، چون یه چیزی از درون هی این پالس درد رو بهش میده که من مال این نقطه نیستم. پس حواستون خیلی باشه که تو حوزه هایی باشید که واقعا استعدادتونه، واقعا علاقه و عشقتونه. همین الان که من دارم جلوی دوربین با شما صحبت میکنم و این میکروفون تو دست منه، این جزو علاقه و حوزه استعداد منه، وگرنه این کارو نمیکردم. خیلی هم بهش علاقه دارم. در نتیجه این قضیه رو مد نظرتون داشته باشید. اینم با زاویه جدیدی ویدیو رو ریکورد کردم، گفتیم ایستاده بگیریم. اگر با این ویدیو حال کردید حتما لایک رو بچسبونید که این سریال کدهای مخفی روان رابرت گرین ادامه دار باشه. حتما لایک رو بچسبونید محکم. و اگر شما توی کانال من جدید هستید، منو ساب داشته باشید. من قرار راجع به روانشناسی، رشد فردی، دارک سایکولوژی، زیر مجموعه هاشون همه صحبت کنم. خیلی موضوعات خفنی توی ذهنمه، منو داشته باش، ضرر نمی‌کنی. اگر هم نظری داشتی راجع به این ویدیو حتما برام بنویس. حتما پژواک مکی‌آبادی بودم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.